نیکی ماک یه بازی خیلی بامزه است که به خاطر قوانین ساده و سر و شکل بازیش هم بچه‌ها و هم بزرگترها راحت میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. چون به غیر از تقویت مهارت‌های ریاضی تو بچه‌ها، حافظه کوتاه مدت و قدرت ریسک پذیری اونا و همینطور بزرگترهاشون رو هم به چالش میکشه و تقویت میکنه. تو این بازی به هر بازیکن 4 تا کارت داده میشه که اول بازی فقط حق داره 2 تاشون رو ببینه و از محتوای 2 تا کارت دیگه هیچ اطلاعی نداره. با این حال باید تلاش کنه با تعویض کارت‌هاش با کارت‌هایی که از وسط یا از دست بقیه بازیکن‌ها برمی‌داره، کارت‌هایی با کمترین امتیاز ممکن رو توی دستش نگه داره. البته یه سری کارت‌های حشرات آتیش‌باره هم هست که بازیکن با استفاده درست از اونا یا میتونه از کارت‌هاش مطلع بشه و یا جلوی برنده شدن بقیه رو بگیره. هر کسی هم بعد از چند دور بازی به این نتیجه برسه که احتمالاً مجموع امتیاز کارت‌های خودش از بقیه بازیکن‌ها کمتره، میتونه اعلام برد کنه. در این صورت بازی تموم میشه و همه بازیکن‌ها کارت‌هاشون رو میکنن تا ببینن آیا ادعای بازیکن درست بوده یا نه. نکته بانمک ماجرا همینجاست که ممکنه فردی که اعلام برد کرده برنده بازی نباشه. برای همین نتیجه بازی غیر قابل پیش بینیه. جعبه بازی نیکی ماک محتوای کمی داره و خیلی راحت حمل میشه. 90 تا کارت و 2 تا تاس. خلاصه اگه تصاویر خوب به یادتون میمونه و اهل ریسک کردن هم هستید، نیکی ماک یه گزینه مناسبه برای یه بازی خانوادگی. فعلا